بسم الله الرحمن الرحیم. 8 مهر ماه 1387 ما در شرکت صنایع روغن نباتی بهاران شرق هستیم. این شرکت تا به حال 2 تا دستگاه از ما روش اکستروژنی رو خرید کرده. همطور که ملاحظه می‌فرمایید هر 2 تا دستگاه مشغول روغنگیری از گونه‌های کلزا هست. دیزاین سیلو، دیزاین نصب رو امروز به پایان بردیم. از گونه که توی قیف سرازیر هست به راحتی میتونید ببینید. به راحتی دونه ها از سیلو سوار روی قیف. دستگاه ها البته به طور موقت چیزی در حدود 1 ماه قبل با سیلوهای موقت کار میکرده که یکیشو در عکس مقابل به شما نشون میدیم. به این ترتیب کار میکرده. خروجی های دستگاه طبق کلگیری های انجام شده 40% روغن کلزا هست از گونه های کلزا، با اینکه امکانات فنی در اینجا یه مقداری کم بود، ولی خب الحمدلله موفق شدیم که هر 2 تا دستگاه رو نصب کنیم و کار خودمون رو به نحو احسن اجرا کنیم. این همکاری با حضور آقای امیرحسن مقدسی انجام شد که الحمدلله خیلی خوب و مرتب کاراشون صورت گرفته. البته این سیلو که ملاحظه می‌فرمایید ما به صاحب اینجا سیلوی خیلی بهتری رو گفته بودیم بسازن، ولی خب ایشون از مخازن دست دوم کارخونه خودش بهره گرفت و به هر حال کاراشو انجام داده. همونطور هم که ملاحظه می‌فرمایید هات پرساشون هم در مقابل این سیستم اکستروژنی دیگه ارزش کار نداره و همه رو خوابوندن، همونطور که ملاحظه می‌کنید. هم آقای امیرحسن مقدسی که در این برنامه شرکت داشت. آره.